حاجی واسه بستنی کردم. آره والا داداش سرما میچسبه. کجا بریم به نظرت؟ حاجی بریم لیموناد بار بشینیم. ناموسن بشینیم بهتر از لیموناد. بریم بابا منو یادتونه وایسا. خب برای جنگاوران امروز قراره که عجیب ترین بستنی داخل ایران رو با هم دیگه تست کنیم. آقا کامرمن همینجا وایسا. امروز قراره که عجیب ترین خلقه ترین بستنی رو با هم تست کنیم. ببینیم آقا چه طعمی داره. اصلا قیمتی که دارم میده دست مشتری درسته یا من نمیدونم چه قیمتی داره. ولی دوباره این سری من مثل همیشه تنها نیستم. این سری هم دوتا مهمون عشق مانی. امروز قراره که با بچه هم توی گفتم عجیب ترین بستنی تست کنیم. آقا یک دو سه دهن آقا امیر میریم ترنسیشن قوی آمد. دهن تو وایستا اینجا خب بچه ها رسید. همونطور که میبینید به همونطور که میبینید به اینجا به گرینی بار. حالا میخوایم بریم اون عجیب ترین مینوشون چیه که سفارش بدیم. خدا میدونه. ایده دارید؟ ایده والا من چغندر میخوام. فقط چغندر بادومشو دیدم. نه من بگیم ببینیم چطوریه. خب آقا ما بستنی میکنیم. بستنی نشون بده. اصلا بچه طعماشون خیلی عجیب بود. حالا طعماش دونه دونه بهتون میگم. برای شنگام بیاید آقا جلو. آقا کامرمن بیا جلو طعما رو بهتون میگم. بچه این شونید بیسکویت مادره. یه طعم خیلی عجیب. مارشملو. این تمر هندی گفته شوره. مثلا شور یعنی شور به قرآن مگه چیزای دیگه شور. یادش تمر هندیه دیگه. آقا ارزن بیا جلو تر بیا جلو. فان شده چی؟ بردمش رفت. که بیرون میخوره. این کاکتوسه و این گوجه سبز. نزدیک این گوجه سبز باشه. این بیسکویت مادر ماشین تمرین و یه سری من اون توی بابا برو عقب. خب اصلا یه دیگه هم گوجه سبز تمرینشو گفت شوره. آقا ببین یه مسئله هست. آقا شما اصلا من کاری با کیفیت بستنی ندارم. این چه کیفیت بستنی؟ برای استگم ببین این خیلی ضعیفه. هم بچه‌ها هم وایسا. بچه‌ها ما لیوان یه بار مصرف. من دارم حرف میزنم. آقا بچه‌ها ما روز جمعه اومدیم و خب بستنیشون هنوز نبود و خوشون نمی‌شد. یه کادر کاملا خفن مهربون لوسی بابا بودن کمکمون کردن واقعا بهمون دادن. فقط تو ان استودیوییم چون بچه‌ها خیلی شروعی از تو روی همه خوب لیمون لیمون بار. سلام علیکم من دلم چشمون ازلی جشن خری که ایران. سلام بعضا خدمتتون که آره خلاصه دمشون گرم بچه خیلی خوبه. آتیش هم که دیگه بزنید تو پیجین نمره آخر حتما دعوتتون. قیمتشون هم فوق‌العاده. همه چیشون پرفکت در نظر من تا اینجا. بیا بریم تست کن. بیا جلو درم. من شنیدم. الان رو فان شده چی؟ بردمش رفت. که بیرون میخوره. آقا اولین تم مارشملو تست کن. تیکه مارشملوش معلومه. دهنه امیر بذار. تو دهنه من بزنم دهنه. نه فقط بزنم اینو بگی. مرداد رو بزن دهنم. اینو بگی. کاره کیرینجه مسخره. برای بچه این مالکیه گه آقای امیرز شریفی پیج داخل دیسکریپشن. تست کن چطوریه؟ اینو تو مزه مارشملو میکن. ببین یه جوریه حاجی. نه قشنگ اسانسه. شیرینی اضافی. آره اسانسه قشنگ خورنا. 3 از 10. آقا من گفتم نمره تو نمره دادی. برادر تو چه؟ من اصلا درک ندارم. دوست دارم. هر چیزم تو نبودی من نبودم. من میدم 6. 5 تا دراگو با هم دیگه زدی ببینی چه حالی. 6 واقعا منم میدم 7. من همیشه نمره بالا میدم. واقعا به نظر من خوب. برای اسانسش زیاد.
بریم برای بعدی. بچا بعدی بیسکویت مادره با طعم بیسکویت مادر. آقا یه تست بزن آقا مهداد. خب من بیسکویت مادر خوشم نمیاد. چرا؟ رو کن تو حلقه نگو هنوز ازش نگو در همین تست کنه. هیچی نگو همین بگی. خیلی دوست دارم نظرت چیه؟ افتر تست. خب بچه شکلش هم خیلی خوش داری؟ قشنگ رنگ خود بیسکویت مادر هم هست. نه اینو تو دهنم دهمش نگو خواهم تست کنم. اینو بزن دهنم نمیتونم باید دست میشه دهنم چی این باره کیرینج بستنیه چی بیسکویت مادر کردن بستنی در اون حاجی بیسکویت مادر رو میذاره تو شیر میمونه چه مزه‌ای داره؟ 8 از 10 من اینو 9 از 10 میدم. آقا من میخوام یه استرایه بدم به اون مارشملو میدم 8 به این میدم 6 مارشملو 8 داداش اینو بگی من میرم حاجی داداش خیلی خوبه میریم برای طعم بعدی. خب طعم بعدیشو تست کن. طعم بعدیشو میریم با گوجه سبز. نه گوجه سبزو میذاریم آخر. گوجه سبز هم ترش باشه وقتی میذاریم آخر. الان میریم برای کاکتوس. کاکتوس صورتی دیدی خالص خوش نده پدرش گل من سرویس کنه تو بدید این بچه چطور نظره دم بزنم دهنم خوش خود خوبه نه بذار دهنم دهنه بچه کامرامنم بعد بذارم چرا سلفی نمیشه چجوری آها فهمه داره میاد کاره کی Sin City wasn't made for you. اسانس خالص نه نیست قشنگ منم طبیعتاً باید کاکتوس چمنزه‌ای باشه دقیقاً راستی خوردی شما خوردی شما اگه خوردی حتما کمربند ولی میدونید مزه چی میدم مزه این نوشابه کاکتوس رو دیگه تست کردیم مزه این چیزا هست بستنی لواشکی ها ترشا اونا میده تمش نکو گفتش بستنی لواشک هم ولی نداشتن امروز ولی اونو داشتن خیلی دوستشم تست کنیم بریم ما برای طعم بعدی تمر هندی آقا اون قهوه‌ای تمر هندی ببینم چجوری آقا من هنوز مارشملو رو هستم من واقعا هنوز بیسکویت مادر تاپه آقا کاکتوس نمیگه چه نمره دادی من 5 منم 5 باشی به اون قبلی 6 میشم کاکتوس نیچی بود تمر هندی همین بعد ترش باشه این چیزای دیگه شو 7 بگیر از خیلی بچه‌ها ترش و شور اصلا بستنی نیست تمرین داشتم قهوه‌ای من ترش باس نیستم قشنگ انگار تمرینیه آره قشنگ تمرین بستنی سرده فقط بشه تمرینیه گذاشتن جای یقیقا دقیقاً من نبودم من بچه 1 میدم من 7 میدم تو چند 7 تو چند 4 چون مثلا ترش باز نیستم خب بریم برای تمی که من کل این راهو خوبیدیم اومدیم اینجا برای یه تم گوجه سبز نیافته یه وقت اینا گوجه سبز اینا نیافته باشه بیا درونه بیا نریزه آقا علیرضا فان شده چی بردمش 100 کیلو بیرون میخوره گوجه چقدر 7 واسه مثلا اینو بگیر آجی من ترشباز نیستم نه خفنه نه با اینکه من ترشباز نیستم خفنه من 7 میدم کپ مزه گوجه سبز اسانس بچه گوجه سبز میده منم اصلا ترشباز نیستم ولی خیلی دوست دارم